محترم جناب نانگالا موبومبا پرزیدنت جمهوری نامیبیا، محترم جناب اولاف شولتز کانسلر فدرالی آلمان، محترم جناب آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم‌ها و جنابان، پیش از همه میخواهم به جمهوری نامیبیا و جمهوری فدراتیوی آلمان برای برگزاری این چهارمین مهم در روند آمادگی به سامیت آینده عرض سپاس نمایم. سامیت آینده نه تنها چهارمین نوبتی در روزنامه بین المللی بلکه فرصت مهمی برای عملهای دست جمعانه با مقصد حل مسائل گلوبالی می باشد. از آن باید جهت شکلگیری نظام بسیار قطبی با رعایت اصولهای زمینوی آیین‌نامه سازمان ملل متحد استفاده کرد. این همایش جهت تأمین امنیت و ثبات در جهان امروزه و برای نسل‌های آینده امکانیت فراهم آورده با تشبثکاری بهر اقدام‌های سازنده و دستگیری همدیگر دعوت می‌نماید. باور دارم که در همبستگی ما می‌توانیم به نتیجه‌های مثبت نائل شویم. انتظار داریم که نتیجه‌های سامیت آینده امکانیت می‌دهند تا ما جدوجهد و تدبیرهایمان را جهت واکنش به مشکلات عمده زمان معاصر بخصوص مسائل روزمره رشد استوار کشورهای رو به ترقی، کم ترقی و جزیروی معین و هم آهنگ سازیم. با نزدیک شدن این همایش مهم من از همه سران دولت‌های جهان دعوت به عمل می آورم که در سامیت در پیش ایستاده اشتراک نموده در تصمیم و قرارهایی که قبول خواهیم کرد سهم بی‌واسطه خود را گذارند. ما باید به خاطر حل مشکلات روزافزون زمان معاصر از جمله تغییریابی اقلیم، گرمشوی بی‌سابقه، خشکسالی‌های پی در پی، افزایش آفت‌های طبیعی، کاهش ذخیره‌های آب و آذوقه، اینچنین تأمین بهداشت و صحتی عامه متحد شویم. نارسایی آب بخصوص به سطح نیکو احوالی میلیاردها آدمان در سراسر جهان تهدید کرده همچون مانع بنیادی در راه رشد استوار باقی میماند. ما را ضرور است که تا به این مسئله اولویت دهیم و در راه تأمین دسترسی عادلانه به این منبع گرانبها برای تطبیق هدفهای سازنده اهل بشر تلاش ورزیم. من از سران دولت‌ها و حکومت‌ها دعوت می‌کنم که در قبول و تطبیق سند نهایی سامیت آینده یعنی دعوت گلوبالی برای عمل سهم مؤثر گذارند. اجرای عهده‌داری‌های به ذمه گرفته ما در تأمین آینده درخشان انسانیت نقشی مهم خواهد بازید. در همکاری مشترک و حسن تفاهم ما می توانیم به روند تأمین صلح و ثبات و رشد استوار در سراسر جهان تکانی مثبت بخشیم. از توجهتان سپاسگزارم.